پایگاه خبری گسترش نیوز. با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید. طبق برنامه اعلامی وزارت نیرو، اصناف مختلف روزانه با قطعی 2 ساعته برق مواجهند. نگهداری از مواد غذایی در فصول گرم سال و با نبود برق، فروشندگان و خریداران را با نگرانی‌های مواجه کرده است. در این رابطه خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز گفتگویی با مصطفی معروفخانی، سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی تهران داشت که معروفخانی در پاسخ به این دغدغه گفت: برای ما هیچ فرقی نداره، به واسطه اینکه ما زمستون و تابستون احتیاج به سرما و برودت داریم و در فصل تابستون تنها معضلی که ما داریم مسائل گرانی و افزایش عاملای انرژی گرانی برقی که به وارد صنفی ما فشار میاره و خدمت هستم متأسفانه با این کمبود برقی که در حال حاضر در کشور حاکمه و اونم به خاطر شرایط اقلیمی مملکتمونه. ما نه اینکه از دولت مردم بخوایم گلایه بکنیم، برای همه هستش. تا اینجای ماجرا خوب بود، اما معروفخانی در میانه مصاحبه دیواری کوتاه‌تر از خبرنگار پیدا نکرد و با تغییر موضوع مدعی شد که خبرنگار چالش‌هایی ایجاد کرده است و به خاموشی‌ها فقط پرداخته است. 20 ساعتی که در طول شبانه روز برق داریم را نادیده گرفتیم. معروفخانی در ادامه اظهارات خود گفت: یه موردی رو عرض بکنم. شما خبرنگارا وقتی زنگ میزنید مصاحبه کنید، یعنی میخواید یه چالشایی رو برای اون فرد مصاحبه کننده به وجود بیارید. شما نمیدونم هدفتون چیه از این که میخواید مثلا به چالش بکشید که وضعیت مملکت خوب نیست و این حرفا. من 37 کشور دنیا رو رفتم گشتم. در تمام دنیا به هر حال مسائل و مشکلات هستش. با توجه به تحریم هایی که ما توی مملکت داریم، باز خدا را شکر و خوشبختانه ترپا صنعت ما ایستاده و در حال خدمات رسانی به مردم هستش. این ما همیشه نیمه خالی لیوان رو چرا میبینیم؟ نیمه پر لیوان رو نمیبینیم که به هر حال توی مملکت ما شرایط اقتصادی که الان داره. میگن چرا برق هی دولت داره برق میبره. آقا وضعیت اقلیمی مملکت ما، بی‌آبی مملکت ما به واسطه این شده که این برق مثلا ما کم داریم الان، ولی همش میخوان دولت به چالش بکشن که چرا برق نیست، چرا هیچ وقت ما مثلا در هفته 4 ساعت برق نداریم، مثلا در هفته 6 ساعت با این حالا خوشبختانه دولت اعلام میکنه 6 ساعت برق نداریم، 8 ساعت برق نداریم، ولی نمیگه که ما 6 روز مثلا 20 ساعت برق داریم ولی اون 4 ساعت رو در نظر میگیرن، میخوان به چالش بکشن. الان با توجه به شرایط موجود، شرایط اقتصادی مردم، نه فقط شما سوریس کالباس کم میخوری، گوشتم کم میخوری، برنجم کم میخوری، هیچ تفاوتی نداره که. ولی که ما اینو در نظر بگیریم که با این شرایط تحریمی بی‌انصاف و ناعادلانه‌ای که شرایط مملکت ما در پیش گرفته، به هر حال گلی به روی جمال خیلی از مسئولین ما، نه همشون من میگم، خیلی از مسئولین ما که به هر حال جریان رو یه جوری تنظیم میکنن که مردم زیاد دچار مشکل نشن. این نیست خدا وکیلی بخوای حسابشو بکنی. این شرایطی که الان هستش به هر حال اگر یه مقدار قناعت بکنم، منتها ماها همش در نظر داریم که آقا ما شرایطمون خوب نیست، شرایطمون ایدئال نیست، شرایطمون این نیست، شرایطمون این نیست. نمیدونم جاهای دیگر رو مثلا ما نگاه نمیکنیم که آقا جاهای دیگه هم همچین چیزی هستش. منتها فقط میخوایم خودمون رو نقد کنیم و نیمه خالی لیوان رو به جامعه القا بکنیم که این قشنگ نیست. معروفخانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به نظارت بر سلامت محصولات مدعی شد خیلی از فروشنده‌ها نمی‌دانند سوسیس را با چه سمی نویسند و در ادامه گفت: بعضن جنسایی تولید میکنن که در 3 و 4 و 5 که به من فروشنده فرآورده‌های گوشتی نمیتونن بیارن بدن یا به همکارای ما میبرن میدن به کی؟ به اون مغازه‌داری که اصلا نمیدونه سوسیس مثلا با چه سهی نوشته میشه.